шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ шунавед. оғози гуфтори 11. قسم اپراتیوی کلان را معیار خدمت داخلی همراه راهبری می‌کرده است و او نیز مقصد و مرام ساربان حامد و تشریفش را به مؤسسه اصلاح مهنتی پرسان شد. کاپیتان میلیسا در دایره‌ای که قانون نسبت به چنین کارها رخصت می‌دهد همراه را از تشریف خویش آگاه نمود. سپس او را به اتاق کاری علاهیده بردند و با توصیه همراه ساربان حامد اول با خارکشف و سپس با فیض‌الله طی 3 ساعت صحبتی خاصه نمود. از آن که 1 هفته باز آنها همین مسئله را به اینابت نگرفتند، ساربان حامد تأسف خورد. تأسف بر آن خورد که آنها وقت را بیهوده از دست دادند. چون وقت رفت، نقد هم از دست رفت. محکوم شدگان بر آن عقیده بودند که صالح جلیل را در انتقال مواد مخدر دستیاری است و از احتمال دور نیست که او را به مقصد از خود کردن بار جسماً از بین نبرداشته باشند. هر دو محکوم شده هم سبب اساسی در محبس افتیدنشان را از صالح جلیل می دیدند. ببین ما را دستگیر نمودند و او را نه. شاید تگی کاسه نیم کاسه بود. فیض‌الله حادثه را به یاد آورد که میلیسا نمی توانست دویم باره به آن از پس پنجه نگرد. باره در کیلومتر 8 شاهراه دوشنبه قرطاق گفت فیض‌الله صالح جلیل در اتومبیل والوی رنگش سبز همراه خانم زیبای بار آورد. در سری چنبرک رول همان خانم می نشست. از آنچه که صالح جلیل از راننده کناره‌جویی نکرد، من به خلاصه آمدم که دختر نیز از کردارهای پسی پردگی وی باخبر است. چرا همان وقت همین گپ را در تفتیشات نگفتید؟ من گفتم، ولی مفتش گوش نکرد. گفت که دامانی همه را داشته ایستادن نشانه مردی نیست. روزگاری پست دختری تاجر را به چنین راه برده است و همینش نمی رسید که ما دختری 20-22 ساله را با جرم دست داشتن در انتقال مواد مخدر به حبس گیریم. از دو سر از سود شدن همان دختر جزای خودش سبک نخواهد شد. من دیگر با مفتش بحث نکردم، چون که تا اندازه حق به جانب او بود. به زمین از آن دختر هم بدیه ندیده بودم. من تا قیامت از صالح جلیل دامنگیرم، چون که او با فریب و نیرنگ ما را به همین راه هدایت کرد. رقم افتمشین یا نام آن دختر را در یاد ندارید؟ وال و رنگ سبز داشت. رقم آخرینش 48. من نمیتوانستم که در حضور صالح جلیل نام آن دختر را بپرسم. چطور رقم 48 در یادتان ماند؟ تولد مادرم 1948 است. شاید از روی همین باشد. اگر اون زن را بینید میشناسید؟ گفته نمیتوانم. شاید شناسم، شاید نه. آن وقت ما در داخل والوا داد و گریخت و آن پریزاد لحظه من و صالح را تنها گذاشته روی راه برآمد. این حادثه کی بود؟ 4 سال پیش. موسمی زردآلو پز بود، چون که راننده هنگامی بازگشت به نزد ما چند دانه زردآلو چیده آمد و حتی 2 دانه‌اش را به من داد. داد و گریخت همین قدر می شود. نخواد او را بینید و نشناسید. 4 سال گذشت. خدا می داند. یگان نشانه ای که به یاد ماند نداشت. در بین هر دو ابروانش خالی نه چندان کلانی داشت. اگر باز یگان حالتی کار را به یاد آورید، به واسطه معیار همراه مرا یافته می توانید. گویان ساربان حامد برای رفتن فیض‌الله رخصت داد. برابر در را کشادن فیض‌الله را وصیش که تا به اینجا گسیلش نموده بود به زیر حمایه خویش گرفت. ساربان حامد هنوز از جای نخسته حرکت‌های من بعده خویش را به نقشه گرفت. انیخترش به نقشه حرکت‌های من بعدش تغییرات علاوه‌های نو وارد ساخت. اکنون بعد از کلان بیرون آمدن او را لازم بود که نه به جستجوی صباحت محمد، بلکه به اداره بازرسی دولتی اتومبیلی رفته معین نماید که 4 سال پیش اتومبیل والوی رنگش سبز رقم آخرینش 48 به کی تعلق داشته است. کاپیتان میلیسا باز به اتاق کاری معیار خدمت داخلی همراه رفت و بعد کمی صحبت با اون نیز خیرخوش کرده از اینها به پایان فرامد و بعد کشاده شوی 2-3 در آهنین خود را در بیرون دید.
مدت سالهای کاریش اون نه یک بار و دوبار به چنین کلانی ها آمده بود و همیشه بعد از آنجا برآمدن اوضاعش پریشان میشد. اگر خواهش حمید جاوید نمیشد شاید کار را تا فردا موقوف میگذاشت، زیرا دردی سختی سر را حس کرد، ولی حالا دیگر موردی اندیشه نبود. هر چی تیزتر او باید کار را انجام میداد. کار نتیجه میداد یا نه او نمیدانست. سر همین اندیشه ها تا برای کلام برآمد و از آنجا به تاکسی نشسته تا اداره BDA رفت. ریاستی به خطری دولتی اتومبیلی در محله واقع گردیده بود که راه از آنجا به سمت وادی حصار می برد و شاید صالح جلیل هم به جای واخوری با فیض‌الله 4 سال پیش از همین راه رفته باشد. هنگام سنجش حجت‌های در اداره BDA محفوظ بوده او دریافت که در حقیقت 4 سال پیش افت-ماشین والوی رنگش سبز رقم دولتیش B2648 RT01 به شهروند خواجه و لیلی انور رمنه متعلق بوده است. حرکتی منبعد نقلیات از روی حجت‌ها از آن گواهی میداد که افت-ماشین مذکور 2 سال پیش از قید ریاست BDA جمهوری بنابر به شهروند جمهوری قرقیزستان فروخته شدنش برآورده شده است. کاپیتان میلیسه از کتاب قید افت-ماشین‌ها سراغه سابق راننده والو را به دفترچه‌اش نوشته با کارمند BDA مایار میلیسه سمیوف حکمت الله خیر و خوش نمود. چون بیرون برآمد آفتاب را در غروب دید، ولی وضع همکاران خویش را در ناحیه گلاباد به یاد آورده از پی سپارش نوبتی حمید جاوید شد. هرچند از روی سراغه در دستش بوده منزل لیلی به اداره BDA نزدیکتر بود، او به آنجا رفتن را به روزی دیگر ماند. به تاکسی نشسته به گوشه دیگری شهر رفت و در محله گلبوته خانه صباحت محمد را دریافت. درباره صباحت او هم به طور اپراتیوی معلومات به دست آورد. پیرزنی که مادر صباحت عابده را میشناخته است اظهار تأسف بر آن نمود که عابده و محمد از روی نفسی بدنشان دختری نابالغ را سال گذشته به مردی کلانسال به شوهر دادند. آخر حیات دختر را سوختند. چخل سوختند. به نزدیکی آوازه شد که آن مرد را که صالح نام داشت به قتل رسانیدند. دخترک باشد در بطنش طفلی 6 ماهه دارد. دختر هنوز به 17 نرسیده، بهار عمرش خزان گشت. حالا پدر صباحت در کجاست؟ در کجا میشد؟ در روسیه. میگویند که چون همه تاجیکان دیگر مردیکاری کرده گشته است، ولی من اصلا باور نمی کنم. چرا؟ آخر اگر پدر صباحت کار میکرد قرضدار میشد. او سالی گذشته از روسیه آمد و دختری بیچاره را برای جا به جا کردن قرضهایش فروخت و باز به روسیه رفت. چه خیلی قرض بوده است؟ گویا نمیدانید. از کجا دانم؟ نش اجلا بس وی گناهش در گردن خودش. مردم همین خیلی میگویند. دیگر از واخوری با صباحت جای استحاله نبود. صباحت هیچگاه به کار دست نخواهد زد، چون که او در نکاح بوده است و شریعت اسلام دختر را از 9 سالگی به بلاغت رسیده حساب می کند. اگر او را مجبوراً به شوهر داده باشند والدینش در نزد قانون باید جزا گیرند، ولی آنها نیز جزای خیش گرفتند، چون که حیات نور چشم خیش را خزان کردند. شخصی که باید جزا می گرفت دیگر در قید حیات نیست. با همین فکر و خیال او به در انگشت زد. دختره که با رویمال پیراهنی سیاه در برویش گشاد. صباحت؟ امان. شما از میلیسه اید؟ از کجا فهمیدید؟ موسفید مرا آگاه کرده بود که اگر میلیسه ها را بیند مقصدی تشریفی مرا پنهان نمی کند. مرحمت، به خانه گذارید. ساربان حامد وارد حولی گشت. حولی تازه آزاده بود. در یک گوشه آن پسر بچه 5-6 ساله دوتاز داشت. صباحت مهمان را تا به پیش کد که در زیر تاک انگور جایگیر بود برد و از روی آداب مهمانداری کورپاچه پرتافته او را خیر مقدم گفت. حاضر یک چای بیارم؟ گویان دختر خواست به طرف آشخانه رود، ولی مهمان او را باز داشت و گفت که اگر خانم زید نباشد به چند سؤال خیش جواب گرفتنی است. مرحمت. گویان دختر بالای کرسی که در پیش کتی چوبین می ایستاد نشست. ساربانی حامد به همه سوالهای خیش جواب گرفت. دختر از قسمت تلخ خیش نالید، ولی وکالتدار کافتکاو جنایتی فهمید که صباحت طفلی در بطنش بوده را حفظ خواهد کرد. پس در این باره میتوان آسوده بود. مهمش که او طفل خیش را چون نشانه از این زندگی تلخ به دنیا آوردنی است. دختر سخن به مقابل پدر و مادر نگفت. اثبات کردن خواست که در همه کار خودش گناهکار است، چون که صالح جلیل را دوست داشت و استحاله نکرد که او زن و فرزند دارد.
درباره همه دیگر کار و بار صالح او چیزی به یاد آوردن نتوانست و یا گفتن نخواست. ساربان با صباحت خداحافظی کرد و گفت که اگر لازم شود او را به ملیسه جیغ خواهند زد و گمان است که از همین نشان دادن بیشتر چیزی گفته توانم. اعتراض کرد دختر و مهمان را تا پیش دروازه گسیل نمود. هرچند شام فرا رسیده بود، ساربانی حامد به کجای شتاب نداشت. او در کوچه قدم زده واخوری لحظه پیش به صباحت داشتهش را تحلیل کردنی شد. سخنان پیرزن همسایه درست بود، ولی صباحت همه را به گردن خویش گرفت. او به هر حال شرف پدر و مادرش را از همین نقطه نظر که او را مجبوراً به شوهر نداده‌اند حفظ خواهد کرد. در همه کار خودم گناهگار، چون که صالح جلیل را دوست داشتم و یاد آورد سخنان صباحت را کاپیتان ملیسه. دیگر درباره مجبوراً به شوهر دادن صباحت قانون دست کوتاه است و گناهگار اساسی باشد الکی جزای خیش گرفته. تا اندازه صباحت محمد را هم فهمیدن لازم. آخر او به سؤال ساربانی حامد که بنیاد عائله را تنها در اساس قانونهای جاری پایه‌گذاری کردن ممکن است چون این پاسخ داد: نخواست شما نفهمید که گناه آن جایی است که دختران تنفروشی میکنند. من باشم با خواهش خود مردی را دوست داشته با رعایت رکنهای اسلام به شوهر برآمدم. نه، صباحت به این واخوری تیاری جدی دیده است و شاید از مصلحت حقوق شناسی هم برخوردار شده باشد و به خاطر طفلی که او به دنیا آوردنی است می‌سزد از همه کمبودی‌های دیگر دست کشید و هیچ کس نمی‌تواند که پدر و مادر او را به جوابگری کشد، چون که خود دختر آنها را حمایت می‌کند. نهایت او به اتوبوس نشست و به خانه آمد. دیشب وقتی که او آمد همه مست خواب بودند و چون رسول پدر را بدید کلویده به طرفش آمد و دستانش را حلقه کرده به گردن پدر انداخت و همان خیل کنده با لحن خیش دده جانم آمد گفت. او در یک نگاه و خنده رسول تمامی خستگی خود را فراموش ساخت. لیلی بالای کرسی ملایم از برنامه RTR فیلمی بدیهی دست الماسی را که یوری نیکولین نقش اساسی را اجرا میکرد تماشا داشت. چون نوبت به رکلام آمد، دختر تگمچه دیگری آن را پخش کرد. صبح روز 23 اوگوست در موضع خشکک‌دره ناحیه گلاباد جسد شهروند صالح جلیل یافت شد. مقتول از یراق آتشفشان به قتل رسانده شده است. از روی همین مسئله پروکراتور ناحیه گلاباد پرونده جنایی آغاز نموده است. لیلی دوام سخنان دیکتاتور را که اخبار کریمینالی می‌برد نشنید. با غضب آینه نیلگون را خاموش کرد. تماشای دوام فیلم یوری نیکولین و اندری میرانوف هم به یادش نرسید. این لعنتی مولای جادوگر گفت که در یک دو روز جسد صالح طعمه زاغ و زغن می شود و حتی استخوان‌هایش هم نمی ماند. گفت خود به خود اکنون چی می شده باشد؟ خود پروکراتور به سنجش حادثه دست زده است. او در یک میزه زدن آن پیرامیدی که سالها باز در دل زیر دستان ترس و وهم را جای کرده بود سرنگون دید. اگر یگان کس دوران را دیده باشد چی؟ به گمان است آخر ما شبانه به آن موضع رفته بودیم و اگر دوران یگان کس را میدید از دو سر گپ میزد. نه، این هیچ ممکن نیست. به زمین این هیچ کس از من و دوران هم گمانبر شدن نمیتواند. ما یراق نداشته باشیم. دکتر خودش گفت که صالح از یراق آتشفشان به قتل رسانیده شده است. پس بگذار آدم یراقدار را جستجو نمایند. به جز دوران دیگر کسی مرا همراه صالح ندیده است. آخر همه واخوری های ما پنهانی بودند. چخل پنهانی؟ در طرفخانه ها تو را بارها همراهش دیدند. به زمین این همسایه ها هستند که بعضیشان در خونت شاهدی میدهند. باز آن همپیشه دیگری صالح که تو به او 2 دانه زردآلو دادی. دل دختر فشرده شد. او از طرفخانه و همسایه ها هم خفی نداشت، مگر کمن حادثه‌ای که مرد به در خانه زنی بی شوهر انگشت میزند. خیر آمده بود، وا خوردیم، باز مناسبتمان رو کندیم. چرا من قصد جانی مردی میکردم که برایم لذت زندگی را داده بود؟ چرا؟ زردآلو، انا از همین چیز ترسیدن لازم. مگر شرط بود که همراه صالح به جای داد و گرفت مواد مخدر روم؟ خیر، در حالت ضروری میگویم که از کار و باری صالح خبردار نبودم. البته آنهایی که با خودت سر و کار میگیرند انایی نیستند.
من چنین نگفتم. پس آنها میگفتگیستند که همه جا و جلال و آن مرسدس را با کدام مبلغ به دست آوردی؟ کاری آنها با جا و جلال من چی؟ آنها باید قاتل صالح را جویند. بگذار صاحب یراق را دریابند، به من چی؟ چون کارت به ملیسا افتاد، آنها با تو خاله خاله کرده نمیشینند و چون بلبل گویا میشوی. لیلی جان، گوش میکنم. چی بود؟ تو حالا در کجایی؟ در خانه، راهی تو را انتظارم. عرابت میگردد؟ بله، عرابه من بین راه ماند. التماس اگر امکانات داشته باشی بیا. لیلی آن زمان گوشه که تلفن موبایلی دقت کرد و آن را به جای گذاشته از خانه بیرون شد. بعد 1 ساعت به جای تعیین کرده صالح جلیل رفت. سراول او از جای تعیین شده هم چند کیلومتر گذشته رفت و چون نظارت را از قفای خشت حس نکرد پس گشت و در پیش اتومبیل تمغه تایوت ایستاد. لحظه پس صالح دیپلمات کلان را که در یک گوشش تمغه لوکس داشت از تایوت بگیرید و به اتومبیل محبوبش نشست. با کیلومتر 8 شاهراه دوشنبه قره‌طاق به پیش امر کرد. او من نمیتوانم. بهتر بود که مریدانت مرا نمیدیدن. دیگر علاج نیست. به این هم من الک 2 ساعت دیر ماندم. شاید خودتان این اتومبیل را گرفته روید. به باوری نامه یا میخواهی که مرا به ماشین دزدی هم عیبدار نمایند؟ نه. پس چی جای استحاله؟ به پیش. لیلی دیگر بحث نکرد و ساعتی پس صالح را به جای واخوری برد. اکنون لیلی جان تو کمی هوای تازه گیر. انا اون زردالی پهلوی راه را دیدی؟ نباشد بتگی همون زردالو را. بگذار آنهایی که راه میگذرند گمان سازند که تو را خمار زردالو به این موضع آورده است. 10 دقیقه پس دادگریف انجام یافت و او حتی به آن مرد همراه صالح بوده 2 دانه زردالو داد. هرچند آن مرد دزدیده به او نگاه کرد ولی فهمید که لیلی خود میوه شاخی بلند است. باره 1 دوگانش گفته بود از آنچه که در یاد بیننده نقش میبندد همین خال زیبایی بین ابروانش است. اگر من در یاد آن مرد هم مانده باشم با همین خال ماندم. تخمیلا 4-5 ماه پس از آن واخوری صالح جلیل خبر آورد که همان مردی که در کیلومتر 8 شاهراه دوشنبه قره‌طاق دیده بودند به دست افتاده است. در همان شب و روز مدت لیلی در چنین احوال بود ولی کسی به سراغ او نآمد. شاید همون مرد که صالح قمر ویساویچ به دست افتاده است گفته بود در لحظه اول لیلی کی بودن آن شخص را حتی به یاد آوردن نتوانست. خود سرداری محفل را همچون زوینه مابینی در پیرامید همدلان پنداشته همراه خش به محکمه کشیدنی بود. بعد این صالح مورد جستجوی ملیسا قرار گرفت و به جای دستگیر نمودنش برخی از ملیساها به او یاری میدادند تا به دست نیفتد. حادثه‌ای در طرابخانه تاجیکستان رخ داده نیز که صالح در باره‌اش نقل کرد چطور ملیسا همراهانش را فریب داده او را گریزان از دستگیری برخی از حامیان قانون بود. چون او خبر یافت که قمر ویساویچ و همراهانش جزای خش گرفتند دلش آرام شد. شاید سحری خالی بین ابروانم به دل قمر ویساویچ پیکان زده بوده است که او درباره من به ملیساها زبان نگشاده است. اصلا مردان نسبت به جنس لطیف بی تفاوت نیستند و شاید روزی در رسد و قمر ویساویچ به سراغ من برای گرفتن قرضش بیاید. آنی که مرا نفروخت میتواند به همه چیز امید بندد. زهی چون این مردی که نامی زن در محفل نبرداشتی. دختر هر قدر کوشید که اندیشه های مختلف را از سر دور نماید نشد که نشد. خبر اخباری کریمینالی چون باد سیرون صفحه های دفتری خاطراتش ورقگردان میکرد. تقدیر را ببین که رضا بعد 7 سال در شب 23 اوگوست صالح با زندگی پدرود گفت. 7 سال پیش او در همین شب همراه لیلی در طرفخانه اوستا به مناسبت سزاواری نام دانشجو شدن او ضیافت آراست. چون هر دو انیخترش دخترک دهاتی از تأثیر باده سرخوش گشت آن را به یک از حجره های مهمانخانه مذکور برآورد. صبح صالحان لیلی به هوش آمد و تن اوریان خش در آغوش مرد که در 2 عمرش یاد نداشت دیده دلش قریب بود که از قفس سینه‌اش بیرون جهد. آخر او به یگان مقابلیت ناموس خش از دست داده بود. اکنون او شیشه بشکسته بود که پیوند کردنش غیر امکان و آبی ریخته بود که برداشتنش مشکل. چون به همه این حادثه ها دختر خودش گناهکار بود مهری خاموشی به لب زد.
همین حالت مرد را به کارنمایی‌های نو و نو هدایت می‌کرد و اکنون لیلی با خواهش صالح همیشه نیمی بستری مرد را گرم می‌کرد. چون آنها هر دو مونس و رازدان یکدیگر گشتند، صالح او را به دیگر کارهای پس پردگی خویش شناس کرد. به محفل جنایتکار خود لیلی همدلان نام گذاشت و عموما شخصی نزدیکترینی شیف گشت. تفاوت را ببین که بعد 7 سال در همان شبی که لیلی دامان خویش ناپاک کرد، خون مردی که دست به دامانش زده بود بریخت و حتی چشمش هم نپرید. اگر جسد صالح جلیل را زاغ و زغن میخورد، او را دیگر خطری در زندگی نبود. ولی صبح روز 23 اوگوست این یگانه خبری بود که قلبش بشکافت. گمان کرد که دیکتاتور در رو برایش نشسته گناهش را دین کردن میخواهد. ای بلا زنت همون رقمی زارمانده را کاش نمیشونیدم و نمیسوختم. او به یاد آورد صبح امروزه را، چطور از خواب بیدار شدن و در آینه دیدن آژنگ‌های زیر چشمان، باز دوران اوریان و بالای کتی ملایم به پروا خوابیدنش را و مکالمه هر دو نیمه قلبش را هنگام تماشای آن منظره زیبا. آغازی روز اگر دیدن همان آژنگ‌های هنوز به چشم نانمایان را به اینابت نگیریم، برای دختر یادمان بود. ببین، در حالتی که او در حجره خواب دوران در آمده، دلش از فرح لبریز گشت. مرغ عشقش بال و پر کشاد و به پرواز آمده بودنی خویش را ابراز کرد. ولی برای کم کدام بار او پر و بال آن مرغ هما بشکست. این صبح چقدر کوشش به خرج داد تا در وجود آن مولای جادوگر ترس و هراس جای دهد. تا کدام اندازه این کار به او دست داد حال چیزی گفتن نمیتواند، ولی دوران برای یافتن بار کوشش به خرج خواهد داد اگر او خود آن بار را پنهان نکرده باشد. نخواهد به ملیسا میسر شود که اسرار نهان ما آشکار سازد. آخر جنایت در دیگر منطقه رخ داده است. بگذار ملیسا از مردمی همان محله گمانبر شود. اگر دوران تلویزیون تماشا کرده باشد از حادثه آگاه شد و به گمان است که صبح فردا به موضع گلاباد رود. شاید رفتنش هم شرط نبوده است. آخر او اگر خود بار را پنهان کرده باشد چه لازم به آنجا رفتنش؟ همان روزی تعیین شده همراه منو نماینده شیف می رود. نه، تا وقت ساعتش صبر کردن لازم. درست پس همش عیان خواهد گشت. از فکرهای بی سر و نوک دردی سر را حس کرد و از جای برخسته از جوان داروی گرفته به دهان پرتافت و از بالایش آب نوشید. سپس تغییر لباس کرده بالای بستر دراز کشید. لیلی چرا باز نزد آینه ایستاده ای؟ احمق است مردی که به دختر در روز توی و به اسب در روز باران دل میبندد. اوچه جان، اوچه جان. چی بود جانم؟ اکنون من شیشه شکستم. به افسوس به گپی تو گوش نکردم. این خور نگو بچم، دلم را سیاه نکن. شأن خویش را چرا پیش پا میزنی؟ همسایه هاشون من چی میگوین؟ گویان مادر با پیراهنی حریرش از او دور شد. اوچه جان نرو، مرا تنها نگذار. لیلی لرزیده بیدار شد. همش در خواب بود. سامیان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما خوانش بدیعی رو از روی رمان تیغ سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصر و محرر لطفیه قربانова. پایان گفتار 11 دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.